خیلی دیدنی. محیدین اسداللهیف اکنون پهلوان تاجیکستان اینجا با کارگنین، یک تن از چهره های ناماشنای جودوی برزیلیا به میدان آمد. محیدین سفید پوش است و مرحله نیمه نهایی همین وزن میان هر دو پهلوان اینجا اکنون شروع گردید. محیدین که واقعا امروز در تاریخ یک صحفات دیگر را جمع کرد بدون مبالغه. 2 کرات قهرمانی جهان، قهرمانی بازی های المپی، 8 کرات قهرمانی مسابقات گرند اسلم را دچار ناکامی کرد و با این مرحله بعداً 4-1 نهایی رفت. در مرحله 4-1 نهایی نماینده رومانیا را با آسانی شکست داد و با این دور آمد. خیلی صحیفه جالب، عبرت بخش و دیدنی هم هست. امید مظفریت را داریم. البته ما اطمینان داریم که این عزیز تاجیکستانی امروز در مقابل پهلوانی که 138 رقابت سطح بین المللی دارد، کارگنین دانیل، و قهرمانی جهان هم هست. از قهرمانی جهان مدال نقره هم دارد. در میان ستاره های جودوی سیاره با اصطلاح ماسترز هم مدال طلا گرفته است. از گرند اسلم 1 مدال طلا دارد و در قطعه پن امریکن 4 مرتبه عنوان قهرمانی را مال خود کرده است. برمیگردیم اکنون به توضیحات خود بعد آن لحظه که باز محیدین اسداللهیف به میدان برمیگردد. عزیز تاجیکستان، چون گفتیم که در پیرو به شرافت غلبش پرچم پرافشان گردید و عنوان قهرمانی را در رشته جودو میان جوانان همان جا مال خود کرد. این عالی ترین دستاورد پهلوان تاجیکستان است. حالا جرأت و تاب و توانش خیلی شایسته به نظر می رسد. رجوع میکند در تلاش و داور رو مجبور می سازد که به کبود پوش اعتبار دهد که پسیو است و همین طور هم شد. به رقیب خیلی با تجربه شید و داور. محیدین اسداللهیف اکنون فرصت دارد یا امکان دارد که این لحظه باز هم از حالت راست بودن توجهی علاهیده کند و فرصت کار در زمین را اینجا خیلی هم لحظه حساس را رفع کرد، برطرف کرده توانست پهلوان ما. یعنی از حالت همون عملهای خیلی تشویش آور کار در زمین رها یافت و باز مبارزه ادامه می‌یابد. مرحله نیمه نهایی وزن تا 73 کیلوگرم. بله، شیدوی دیگر تعدید میکند شاید. بله، این رو اکنون داور از ما خوبتر میداند. با ورزشگری ما داور شیدو داد و بیاد اکن توجه میکنیم که کار چگونه صورت میگیرد. بسیار جوان با تمکین، دوراندیش، صبور خود را نشان میدهد و در اصل هم چنین هست. یوکا اکنون از این حالتی که داور اشاره میکند محیدین اسداللهیف یوکا را از دست داد، کار کردن لازم است. یک صدا به گوش میرسد با زبان نابی تاجیکی. گفتیم که هدایت حیدرов را که شکست داد، اینجا در مقابل این چهره ها هم باید بسیار زیرک و هوشیار و ماهر و نمونه باشد. آن حالت را حالا مورد بازبینی قرار میدهند یا این کار میشود؟ نه، همین خیلی باقی مان. یک یوکو نصیب پهلوان برزیلی است و محیدین اسداللهیف مجبور است که راهش را باز هم دیگر کند، شدت دیگر بخشد، با این پهلوان گوشتینگیریش کم دیگر باشد. بله، اسلوب را دیگر کردن در کار.
الکی مربیان برزیلی دانستند که کدام سمت افضلتر است برای پهلوانی تاجیک و در همین منطقه کار را شدت دیگر دادند. اما کار شدت دیگر دادند، اما به عزیز تاجیکستانی این نیرو و قوه و قدرت تاجیکانش باز هم یک قوه دیگر سم کرد. بننگ تاجیکستانی زود در مقابل قهرمان جهان و ستاره های جدای سیاره از خود یک استعداد بالا نشان داد و امتیازی از رقیب بالا را مال خود کرد و زری را. یک تخلص هم دارد و شاید اینجا هم گفتنش لازم نیست. همین صدا به گوش میرسد. تماشابینانی که ما رو خوب میشناسند میدانند الکی فهمیدن که این رو با کدام تخلص نام میبرند. همین صدا خیلی صمیمی است. به توجه میکنیم به 1 دقیقه و 10 ثانیه دیگر. محیدین باید سراسیمه نشود و در رفع سبقت کاری بهتر و دلخواه خود را انجام دهد. شایسته ترین لحظه همان است که وقت سپری گردد. فشار آوری در پارتر فکر میکنم کمی خطر دارد از جهت تجربه بزرگ رقیب است که ما اگر با جیوجیتسو و نمودهای دیگری که اعتبار دهیم در برزیل آنها خیلی رشد کردند، عملهای کار در زمین. و اکنون ورزشگری ما بسیار هم تحت نظارت وضعیت را بینه که یک بار باز هم کمر یکدیگر گرفتند و محیدین احسن که این حالت رو خوب نظارت کرد و باز هم پشنوکی لازم نیست. من فکر میکنم محیدین این کار را باید دیگر اجرا نکند، چون که 2 بار توکل کرد موفق نشد. حالا امکانیتش خوب است برای موفقیت دست بالا شدنش. همین راه را آهسته طی کند بهتر است، چون که وقتی کم 28-27 جریان سبقت برای محیدین نقشی الهیده دارد. این امتیازی نیست. حرکتی باز هم پهلوانی ما خیلی خوب است. اینجا هم فشار آوری باز از کنار دیگر با پیش می رود و محیدین ببیند که یک تلاش دیگر رو هم باز هم پشناکی خواست که رقیب رو هوا دهد. 8 7 6 نشد. ثانیه ها خیلی نقشی الهیده دارن. 7 ثانیه دیگر فقط روند تلاش اینجا. ثانیه های به شمار. بیاد یک بار دیگر محیدین کار را و اکنون شیدا اینجا باز یک تهدیدش میکند. دیدید که داور شیدا داد به محیدین با کنیز و فرصت فراهم شد و پهلوان جوان تاجیکستان محیدین اسداللایف در مقابل یک ستاره دیگر جدای قطعه پن امریکن، ورزشگری که کارگلین دانیل نام داشت، پیروزی را به دست آورد. دست پیشوری میکنند صمیمیت الهیده و مبارک باشد و امروز خیلی قهرمانی کرد. 2 ستاره ابرقدرت جدای سیاره را دچار ناکامی کرد و با فینال رفت. این لحظه که دانیل یوکو گرفت و بعد این فشارآوری را تاجیک پسر بننگ ناموس بهتر کرد و انا همین مورد صاحب امتیازی و زری شد و راهش را به فینال محیدین اسداللایف هموار کرد. مبارک باشد. درد پای، میان، موشک و روماتیسم شما را ناراحت می کند. نایت تاکس شما را از درد موشک، استخوان و میان آزاد می کند.
Naya Tox درد شما را